أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، شکر الله خوب و مهربان را که برای من و شما نصیب گردانده است و توفیق داده است که از این شبهای نورانی الحمدلله رب العالمین که استفاده میبریم. از این فرصت استفاده برده از خداوند عاجزانه مسئله دارم. بار الهی پروردگارا، به حرمت این ماه نور و به حرمت این لحظه های اجابت دعا، پروردگارا بار الهی اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگارا دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. پروردگارا بار الهی وطن عزیز ما را از این وباها، از این دردهای تبابت نشونده در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا این وبا را زودتر از وطن عزیز ما دور بگردان. پروردگارا تمام برادرهای مسافر و مهاجری که از ما بارها دعا پرسیده اند، اونها را در حفظ امانت نگه بدار. بیماری هاشون شفای عاجل کامل نصیب بفرما. پروردگارا هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشن به مراد و مقصد برسان. پروردگارا خاتمه ما را به خیر بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز بزرگوار، صحبت امروزه ما دوامی یعنی جواب سوال های هست که برادرها برای ما فرستاده اند. بارها هم گفتیم بسیار خواهش و التماس میکنیم برادران عزیز که سوال ها را کوتاه نویسه، چون که سوال های به نهایت زیاد جواب ناگفته در نزد ما مونده است و سوال هایی که طولانی هستند ما اونها را به پرگی خوانده نمیتونیم. بسیار خواهش میکنم سوال ها کوتاه به طرز کوتاه نوشته شوند تا اینکه یعنی این چند شبی اندکی که باقی مونده است ما حرکت کنیم که بعضی از اونها را جواب گردانیم. برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای عزیز، به الله قسم شما را دوست می دارم. سوال ما چنین است: وقتی که در یگان جا عالم های دین را دشنام می کنند ما مانع می شویم. آنها می گویند که آنها پدرانتان هستند یا یگان دشنام دیگر. خب برای اینها یگان چیزی می گفتید. در آخر دعا کنید که الله به من خوابزن صالحه نصیب گرداند. سلامت باشه برادر عزیز. خداوند اولا که در برابر محبتون برای شما اجر ثواب زیاد نصیب گردانه. لقد احبک الذی احببتنا فیه. هم الله که به خاطرش بنده نالایق دوست می‌داره، هم الله شما را دوست داره و خداوند برای شما یک زن صالحه، یک زن پاکیزه، یک زنی به ایمان خداوند نصیب گردانه. بخت سعادت دنیا و آخرت خداوند براتون نصیب گردانه. اکنون برادران عزیز، وقتی که در اصل هر جایی که یک عالم دین، یک عالم ربانی، یک عالم متقی و خدا ترسه، یک منافق، یک فاسق، یک انسان گمراه چیزی گفت، دفاع کردن، طرفداری کردن، پشتیگیری کردن از این اهل علم البته خیلی ضرور است برای من و شما، چون که امروزها از هر جانب یعنی فاسق ها و منافق ها و گمراه ها زبان درازی نسبت به اهل علم ها میکنن. اهل علم خداوند عزت داده است. اهل علم شخصیتی است که خداوند در قرآن میفرمایند استعیذ بالله والذین اوتوا العلم درجات. شخصیت هایی که علم داد برای اونها علم داده ایم، برای اونها ما یک درجه بلند دادگی هستیم. اگر شما خود را پاره کنی، اگر درون به درون بسوزی، هم خداوند برای اهل علم ها عزت داده است، درجه داده است، حرمت داده است. جای دیگر خداوند به تمثیل میفرمایند که استعیذ بالله هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابر هستند شخصیت هایی که علم دارند، میدانند، دانش دارند به شخصیت هایی که اونها علم ندارند؟ یعنی هرگز برابر نیستند. عالم ها را پیغمبر بزرگوار گفتند العلماء ورثة الانبیاء. عالم ها وارثای انبیا هستند.
از پیغمبرها، عالمها علم قرآن، علم سنت، علم خداشناسی، هدایتگری مردم میراث بردن و در خلق خدا میرسانند. عالمها شخصیت هایی هستند که پیغمبر بزرگوار گفتند العلماء سراج امتی. عالم ها چراغ امت اسلام هستند. مولانا میفرمایند چراغ دین و ملت عالمانند، به معنا عالمان شمع زمانند. عالم ها یک شمع هستند که جسم و بدن خود را می سوزانند، چقدر آزار می بینند و به جامعه روشنی می بخشند. به همین خاطر باید که من و شما به قدر این بزرگوارها برسیم. اگر عالم ها نمی بودند من و شما خدا را نمی شناختیم. اگر عالم ها نمی بودند، به تعبیر دوستای خدا میگن لولا العلماء لکان الناس کالبهائم. عالم ها نمی بودند مردم مثل حیوان می گشتند. به همین خاطر ما باید به قدر اهل علم ها برسیم. مولانا یک جمله دیگه داره میفرمایند چراغ را که ایزد بر فروزد، کسی پوف کرد جانش را بسوزد. برادر عزیز بزرگوار، شخصیتی که به اهل علم ها بدبینی داری، نفرت داری، کینه داری، یعنی بدان که خیلی ضرر بزرگ و کلان کرده شده ای. کینه عالمان ز ایمان نیست، دشمنی عالمان مسلمان نیست. از خدا ترسیدن در کار برادر عزیز بزرگوار. البته رای برادر که وقتی دفاع از اهل علم کرده می شود، اون جمله مردمی که نفرت دارن و بدبینی دارن اونها میفتن که آیا اینها پدرهای شما هستند؟ بله، اهل علم ها بهتر از پدرها هستند برای ما. خیر الآباء من علمک، حدیث جناب پیغمبر است. بهترین پدر پدری است که تو را تعلیم میدهد. از عالمان ما بسیار چیز آموختیم، خداشناسی آموختیم، طرز عبادت و بندگی آموختیم. از عالمان ما خود را شناختیم. به همین خاطر خیلی هوشیار بودن در کار. در حدیث قدسی رب العالمین میفرمایند که من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب. هر انسانی که به یک دوستی من دشمنی میکند، الله رب العالمین گفته من به ضد او جنگ اعلان میکنم، یعنی به ضد او من جنگ میکنم. شخصیتی که به اهل علم ها، به دوستای خدا بدبینی داری، منتظر جنگ خدا باش. امروز جنگ خدا را در روی دنیا میبینی. اون متکبرها و ظالمها و فرعونها و نمرودهای دور و زمان و چنان یعنی غرور از حد زیاد شده بود که فقط خود را میدیدن. امروز همه پریشان هستند، همه فریاد دارن، همه بزانو زدن در برابر یک موجودات اندک خدا که دیده نمیشه به نام ویروس. همه دو قدم بزانو زدن، همه حیران ماندن، بیچاره شدن، تسلیم شدن در عاجزی و ناتوانی خود و اقرار هستند در قدرت و توانایی الله رب العالمین. فقط همه رو به مسجدها و به انسانهای صالح آوردن که دعا کنه دعا کنه. فقط یگانه دعا میتونه این از بالای ما دور کنه. برادری بزرگواری من، تو قوت قدرت نداری که در برابر پروردگار، در برابر عظمت و بزرگی و جلال الهی استادگری کنی. به این خاطر بسیار خواهش میکنم که اگرچه نمیخواهی بد نگو، بدبین نباش. من میدانم که تو مسلمان هستی. فردا اگر مری، برای جنازه اهل علم لازم است، برای شستن اهل علم لازم است، برای کفن کردن اهل علم لازم است، برای تو را در قبر گذاشتن برای تو اهل علم لازم است، برای تریکه مال تو بین فرزندان اهل علم برای تو لازم است. والله قسم سراسر کل حیات به اهل علم تو محتاج هستی. به این خاطر دشمنی و بدبینی نداشته باش برادر عزیز بزرگوار. و دیدن اهل علم ها این خیلی ضلالت و گمراهی بزرگ است. چه برادری از سوال کرده که السلام علیکم حضرت داملا، من یک سوال دارم. خواب میبینم خواب دندانم ریخته است، یا که پاپوشیم گم کرده ام، یا که تاقیم گم کرده ام، یا که یگان خویشاوند گذشتگی خواب در خواب می درآید، میگه بیا، فریاد میکند. رفتیم. همینها چی باشه؟ التماس جواب دهید خداوند.
شما را نگهبان باشد، در حق ما دعاگو باشید. از شهر کراسنودارسک. سلامت باشید برادر از خداوند شما را نگهبان باشه و پروردگار بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب گردونه. اکنون برادران عزیز، این خواب‌هایی که انسان پریشان میکنن، انسان تشویش میکنن، ناراحت میکنن، اینها را خواب‌های شیطانی گفته میشود. ما دو نوع خواب داریم در حدیث‌های جناب پیغمبر. خواب رحمانی است و خواب شیطانی. خواب رحمانیش خواب‌های خوب است. انسان‌ها جناب پیغمبر را در خواب می‌بینن، نماز خواندن خواب می‌بینن، حج خواب می‌بینن، تلاوت قرآن خواب می‌بینن. اینها خواب‌های رحمانی هستند. اما خواب شیطانی خوابی هست که شیطان یعنی انسان تشویش میکنه، یک ناراحتی فکر میکنه که مثل این برادر گفت است پاپوشش گم کرده یا گذشتهش آمده است که بیا برآمد. در این حالت وقتی انسان خواب دید یا اینکه یگان خواب میبینه که گاو ایسر کرده است و در مار میگذشت، یگان بلندی افتاد، خوابهای تشویش آوردید، جناب پیامبر صلی الله علیه و وقتی از خواب بیدار شد به جانب طرف دست چپش 3 بار کنه، یعنی توف کنه کم ترکی و به پهلوی دیگر و به جانب دیگر گشته خواب روه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، البته اعوذ گویا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گویا، به طرف دیگر گشته خواب روه، یگان تشویش نشوه. اینها چون که از جانب چی هستند؟ از جانب شیطان هستند. بدبخت میخواهد که انسان ناراحت کنه. و برای شخصیت هایی که خواب میبینن بهتر همین است برادر است که خواب ها را در نزد هر انسان نگویه. اصل عادت یعنی تعبیر خواب همین است که از انسان باید خواب پرسیده شود که وی معبر است، از علم از تعبیر خواب خبردار است. متاسفانه امروز از هر انسان مردم ما خوابهاشون میپرسند. به همین خاطر از یک انسان باید شخصیت خوابش بپرسه که و از علم خواب خبردار است. به همین خاطر بهترش این خوابهای پریشان کننده، خوابهای ناراحت کننده را دیده بهترش کسی را نگویه. شب بیدار شدی طرف دست چپ اعوذ بالله بسم الله بگو، اول طرف دست چپ 3 بار توف کن، بعد از اون به پهلوی دیگر یعنی به طرف دیگر گشته خواب را. این چیز پیغمبر بزرگوار برای من شما تعلیم داده است برادر عزیز بزرگوار. خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم، خب آیا امام امر الله را انکار کند حکم پیش در آمدن دارد؟ آدمایی که از پشت وی نماز خوانده ایستادند آیا ثوابشان میگیرند یا نه؟ من شما را از برای الله سخت دوست می‌دارم. جزاک الله. خب در حقتون دعاگوی. سلامت باشی برادر عزیز، خداوند محبتون به درگاهش قبول کنه، در برابر محبتون خداوند اجر ثوابتون نصیب گردونه. اکنون برادر عزیز اینجا سوالی که شما داده که امامی که خب امر الله را انکار کند، منظور شما را من نفهمیدم. اینجا انکار، کلمه انکار یعنی به گردن نگرفتن، قبول نکردن است، یعنی باور نکردن. شخصیتی که امر پروردگار یعنی مثلا امر خداوند نماز است، نماز فرض ندانه انکار کنه و کافر می شود. چه امام باشه، چه اهل علم باشه، هر کارگری باشه، وقتی امر خدا را یک فرض الهی را انکار کنه، انکار کردن مقصدش، منظور از انکار این است که یعنی فرض ندانه، منظور از انکار این است که یعنی قبول نکنه. اگر اهل علم باشه مثلا گویا که نماز یعنی نعوذ بالله خدا نخواسته بگه نماز فرض نیست نمیخوانم، یا اینکه زکات فرض نیست نعوذ بالله، یا که روزه را فرض ندانه، مثلا از این مقصد از این کار کردن این است که یک امر فرض نمیدونه، یا اینکه یگان گفته خدا را باور نداره، قبول نمیکنه. البته را فرضش بدانه و قبول نکنه در این صورت کافر نمیشه، اما وقتی فرض ندانه و این کار کنه در این صورت وی کافر میشه. وقتی که کافر شد از قفای وی یگان کس باید نماز نخونه، نماز هیچ کس درست نمیشه. اما بعضی اهل علم هایی که بی‌پروا هستند، یعنی بعضی گناه های آشکار دارند در جامعه، این نوع این گروه اهل علم ها را البته یگان انسان پرهیزگار خوب باشه امامتی کنه اون بهتر است. چون که وقتی قوم نسبت به اهل علمشون یعنی بدبینی داشته باشن، حالا روایتی هم از جناب پیامبر صلی الله علیه و که امام هایی که یعنی مجبورن امامتی میکنن و امام هایی که قوم از اونها راضی نیستن و یعنی امامتی را همچون وظیفه دانسته کسی دیگر را نمیگذارن امامتی کنن، اینها در روز قیامت بسیار حال زار دارن، بسیار جوابگویی و جوابگری سخت دارن.
به این خاطر اگر منظور شما این کار کردن امر پروردگار یعنی یگان کمبودی خود امام باشه، این حالتش سبکتر است. موافق عقیده ما درست است که از خفای او نماز درست می شود، اگرچه ثوابی خوب نداشته اما نماز درست می شود. اما این کار فرض باشه، در این صورت البته روی امام کافر می شود. وقتی که کافر شد نمازی هیچ کس از خفای وی درست نمیشه، باید نماز نخونه از خفای چنین انسان. خب السلام علیکم حضرت، خواب رفتن با دست راست این سنت است خب و با دست چپ یا اینکه با شکم درست نیست؟ نیکی شما گویین حضرت خوابی با پشت درست است یا که نه؟ زیرا من عادت کردم با پشت و با دست راست خداوند از شما راضی باشد. آمین. سلامت باشید برادر عزیز. اکنون خواب رفتن سنتی خواب با دست راست است در صورتی که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که دست راست از یعنی زیر از تک میمونه و دست چپ از بالا، یعنی دیل باید از بالا باید باشه که یعنی جخیده نشوه. خب و دیگر سنتی این است که وقتی با دست راست خواب رفتی باید رود جانب قبله باشه. این سنتی خواب رفتن است. و از خوابها جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط به شکم نهی کردن، خوابی به شکم بودن، یعنی انسان به شکم خواب رفت، همین خوابا جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن، یعنی بد گفتن. اکنون خوابی به پشت خوابی رخصت است، یعنی گناه نیست خواب رفتنش. حتی بعضی از دوستای خدا گفتن که خوابی به پشت این خوابی انبیا هست، خوابی پیغمبرای خدا هست. به چه خاطر؟ به خاطر که انسان وقتی به پشت خواب می رفته است، انسان یعنی براحت خواب نمی رفته است، تیز بیدار می شده است. به خاطر زیاد خواب نرفتن وقتی انسان با پشت خواب می رفته است یعنی زود و تیز بیدار می شده است. به همین خاطر یعنی دوستای خدا گفتن که خوابی به پشت خوابی خوب است، یعنی خوابی است که در حال انسان بیدار می شود، یعنی که زیاد در خواب نمیمونه. یگانه خوابهای معنی نادرست در شریعت این خوابی به شکم است برادر عزیز بزرگوار. خب برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم دوملا، نماز قضایی را با جماعت خوانده می شود؟ بله برادر عزیز، نماز قضایی را با جماعت خوانده می شود به شرطی که یک نماز باشد. مثلا عصر همین روزه ده 3 نفر که قضا کرد همو عصر به جماعت خوانده می توانند. اگر یکی از اونها عصرش از این روز باشه و دیگرش عصرش از دیگر روز دیگر باشه نمازشون جماعت خواندن درست نیست. یا اینکه یکی از اونها نماز عصر قضایی بخونه و دیگرش نماز پیشین باشه، از اونها هم نمازشون درست نمیشه. به شرط جماعت خوانده میشه و نماز قضایی را که اون قضایی یک وقت باشه، مثلا عصر یک روز باشه یا اینکه پیشین یک روز باشه، در این صورت یعنی درست است که قضایی خوانن. خب برادر از سوال داده السلام علیکم دوملای محترم، خداوند خب برای خدمت و عبادت و خب اینجا دعا کرده و سوالش این بوده ریش را از بالا و پایان به یک ترتیب در آوردن یا به قول روسی کناتکا کنیم، یعنی راست کنیم. خب از قسم روی و از پایان گلو خب مانند در بین جوانان پهن شده است به هست یا با طور طبیعی گذاریم، چی طوری که خب روید هیچ کدامی را دور نسازیم. اکنون برادر عزیز مسئله ریش این مسئله هست که بین علما اختلاف است در گذاشتن چی نوعش. اما سوالی که شما داده این سوال این است که آیا انسان میتواند که از بالا یعنی از بالای ریش، مثلا بعضی انسان ها چهرهش موی داره یعنی ریش از اینجا سر میشوه، چهره موی داره، انسان میتواند که اینها را گیره، چی به تراشیدن باشه چی به چیندن باشه، این یعنی موهایی که در رخساره هاش هستن اینها را تا همین نزدیکی ریشه یعنی تا ریشه میتواند که گیره. بعد از اون از این خمیگری که گردن از ریش جدا میشوه از این پایان هم انسان میتواند که تازه کنه. البته انسان ریش رو چقدر به ترتیب در رشد کنه که وقتی یک انسان دید یعنی از اون نفرت نکنه. بعضی انسان ها متاسفانه ریش میمونند چقدر به ترتیب به اهمیت هستن نسبت به ریش، یعنی شانه هم نمیکنن، پاکیزه هم نمیکنن ریش هاشونه، یعنی هر طرف
یعنی ریش های اونها میگردن، در این صورتش خوبی نداره. ریش باید یک نوع زیبای باشه. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم ریش مبارکشون حنه میکردن. و چی خاطر؟ به خاطر یعنی حنه کردن ریش سخت میکرده است، نمیگذاشته ریختن شه. یعنی به این شامپون ها و به این چیزهایی که گل هایی که امروز برآمده، به اینها چقدر شویان، تازه کنن، رشد کنن که ریش سیاه باشه، بزیب شود، چقدر شانه و رشد باشه، البته بهتر است، براش بهتر است. اما از ریش بیرون موی هایی که در چهره هستند یا که موی هایی که یعنی در گردن هستند، اینها برای انسان گرفتنش البته جایز درست است. فقط ریش تراشیدنش حرام است. درباره گذاشتن ریش چی مقدار، البته خصوصا بین علمای مذهب خودمون اختلاف است. بعضی از اونها گفتن یعنی یک مش گذاشتنش سنت است. بعضی از اونها گفتن که همون قدر شود که پوستی رو را بار کنه سنتش به جا میاره. یعنی در گذاشتن ریش اختلافات هست بین علما. به هر صورت هر انسانی که نتراشیدش، یعنی از همون یعنی حرامی تیغ نزد، مثلا از همون گناه کبیره خلاص میشه، چون که گذاشتن ریش سنت مؤکده است، ماندن ریش سنت تاکید کرده شده است، تراشیدنش حرام است البته. خب انسانی که گذاشتش اگر توانایی داشته باشه، یعنی درست مقدار یک مشت کنه، براش بهتر میشه، چون که اکثرا علما به این اقرار هستند که یعنی وقتی یک مشت بعد از اون سنتش به جا میاد. اما اگر از یک مشت هم کمتر باشه و نتراشه شه، یعنی قالبش گذاشته باشه، ان شاء الله که از اون حرامی خلاص شده است. ان شاء الله اگر ثوابم که نگرفت، یعنی از گناهش خلاص کرده است. خب اینجا برادر عزیز سوال کرده، دویم سوال داشته که ترتیب سوره در داخل یک نماز در داخل یک نماز است، مثلا در نماز سنت پیشین است یا در خواندن کل نماز پیشین، از سنت اول تا فرض و دو رکعت سنت آخر، یا مثلا در 20 رکعت رمضان. نه برادر عزیز، در نیت از ترتیب سوره، مثلا 4 رکعت سنت پیشینه که اقتدا کردی، از همون یکم رکعت تا 4م رکعت به ترتیب سوره ها را خواندن، یعنی از بالا جانب پایان خواندن اومدن، همین یعنی سنتی ترتیب. در روایت ها هست که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنت های بامدادش یعنی سوره قلیه میخواند و قل هو الله احد میخواند، اما در فرضهاش با سوره چی میخوند؟ سبح اسم میخوند و سوره هل اتاک میخوند. اینها در حدیث ها هستند، یعنی یگان ضرر نداره. فقط در یک نیت، مثلا 4 رکعت سنت پیش نیت که کردی، در همو با ترتیب خوانی پایان بیای، ان شاء الله که سنتی به جا میاد. سهوا اگر یعنی فراموشانه به جانب بالا خوانی، در این صورت هم گناهگار نمیشوی. وقتی قصدن خواندی، البته نمازت مکروه میشود، ترک ترتیب میشود. ترتیب در نماز سنت است، با کراهیت یعنی با کمبودی نماز درست میشه. فقط در نیت از ده همه یعنی رکعت نیست. در تراویح هم این چنین، وقتی که نیت کردی مثلا 2 سوره را از بالا پایان خوندی، وقتی نیت دیگر کردی با مقصد کدام سوره های از بالا هم خوندی از پایان هم خوندی، یعنی ضرر نداره. خب سوم سوال، طرز خواندن آیت الکرسی در وقت تسبیح با آواز پست است یا بلند، پیش از تسبیح و یا بعد؟ خب در تنها و جماعت فرق دارد؟ خداوند علمتون رو زیاد کردن، سلامت باشه. آیت الکرسی خواندن برادر عزیز، عادتا مردمی خودمان وقتی که سلام داد، البته آیت فضیلتش یعنی بالاتر است. وقتی که انسان از نماز سلام داد و نماز یعنی ادا کرد، ابتدا آیت الکرسی خوانه، چون که درباره آیت الکرسی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیثشون است که هر انسانی که آیت الکرسی بعد از نمازهای فرضش خوانه، او انسان یگان چیزی از داخل شدن جنت منع کرده نمیتوانه مگر مرگ. همون لحظه ای که یعنی وفات کرد، بندگی کرد، بعد از او داخل جنت میشود. یعنی که ابتدا انسان اعوذ بالله و بسم الله گفته آیت الکرسی خونه. آیا پس خونه یا بلند خونه اختیار داره. عادتا مردم ما وقتی که یعنی در جمعیت همه که میخونن، ابتدا یعنی اولی اون آیت الله لا اله الا هو الحی القیوم یعنی بلند میگوین، دوامش پس چی خاطر؟ به خاطری که مردم هم خوانن گفته. یعنی بلند و پستش اینجا شرط نیست، فقط خواندنش انسان خونه فضیلت ثوابی کلان داره. بعد از اون ذکرها را البته به ترتیب 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، آخرش لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی این دعا را میگوید
جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم هر انسانی که این 33 بار این ذکرها را گوید و آخرش این دعا را گوید، خداوند گناههای او را میبخشه اگرچه به اندازه خفهای بحر باشند. یعنی فضیلت ثوابی کلان داره برادر عزیز بزرگوار. خب برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملا، سوال دارم. خب سوال: آدم چیسناک را خورد در وقت نماز چی ضرر دارد؟ التماس همین سوال ما را جواب گردونید. برادر عزیز، چیسناک یعنی سیر پیاز و پیاز و یک نمود دیگه یعنی کراوس میگفتن یا راوشک و این علف هایی که بو میکنن، اینها را جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کردند. انسان های گفتن، حتی در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردند، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من اکل من هذه الشجره یعنی الثوم فلا یقربن مسجدنا. در روایت مسلم اومده که فلا یاتین مسجدنا. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هر انسانی که از همین چیز خورد، یعنی از چیسناک، از سیر پیاز خورد، به سوی مسجد ما نآید، یعنی مسجد ما نیاید. یعنی این چی است؟ یک نوعی نهی کردن است، یعنی معنی داشتن است. در روایتی که نسائی روایت کرده است از حضرت جابر، اون حدیث بالا را ابن عمر روایت کرده. حدیثی که نسائی آورده حدیث صحیح است از حضرت جابر. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که من اکل من هذه الشجره الثوم والبصل والكراث خب فلا یقربن فی مساجدنا فان الملائکه تتأذى مما یتأذى منه الانسان. جناب پیغمبر هر انسانی که از همین سه چیز استفاده برد، یعنی خورد، به سوی مسجد ما نآید. چی هست؟ از سیر پیاز، از پیاز و از کراس شاید راوشک باشه، یگون علفی هست که و بوی یعنی بوی ناراحت کننده داره. جناب پیغمبر هر انسانی که از همین سه چیز خورد به سوی مسجد ما نآید. و چی خاطر؟ به خاطری که ملائکه ها آزار میبینن، یعنی ناراحت میشون از هر آن چیزی که انسان ناراحت میشه. مثلا اگر ما چیسناک خورده باشیم یا اینکه پیاز خورده باشیم، یا چیزی بوی تیز داره خورده باشیم، همراهی یگان کسی که صحبت کردیم و ناراحت میشه. جناب پیغمبر گفتن که از هر چیزی که انسان ناراحت میشه از او چیز ملائکه هم آزار میبینه، یعنی ناراحت میشه. به این خاطر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن. البته انسانی که چیسناک خورد یا پیاز خورد این شب و روز، البته از حساب یعنی طبیب ها هم فرمیده شده است که باید اینها را استفاده برند برای یعنی خود را حفظ کردن از این بیماری ها. وقتی که خور بهتر میشه که دهان ها را یعنی به این زبنایا بشوند یا اینکه مسواک کنند دهان ها را، چقدر بوی چیسناک از دهانشو دور شود، بعد از آن به سوی مسجد بیایند، چون که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم یه معنی داشتن. خب اینجا خواهر باشه والله علم. سلام داملای عزیز، خواهر شوهرم میگوید که خب ما جین دارم و دستی پیر گرفته ام، فال دیده میتوانم. خب صورت اپم را گرفت و گفت که زنهای هیورش او را ملاگی کردیان. خب و ما سخت از خدا ترسیدم و بدنم به لرزه آمد. من باور نکردم آیا من گناهگار یا این که نه. التماس گویید خداوند شما را نگهبان باشد. برادر عزیز، این یعنی خواهری شوهرتون باشه، یعنی نتون کسی باشه نباشه، اینها روشون سیاه میکنن. اصل اگر جین هم داشته باشن ببینه که یعنی اشاره که این شخصیت کرده، گفته که یعنی زنهای هیورش جادو کردن. مقصد و منظور اینها جدا انداختن، دشمنی انداختن بین اینها هست، یعنی بد گرداندن و بدبینی کردن، بدبینی انداختن بین اینها هست. البته اینها را شما باور نکنه، نزد اینها نروید، چون که عبادت های اینا به درگاه خدا قبول نمیشه. اینا ایمان ندارن. انسان های ساحر، انسان های جادوگر، انسان های فالبین هم های جادوگر این ملاگی نیست. متاسفانه امروز در مردم ما عادت شده جادوگری بدبخت خانه سوتره میگن وای ملاگی میکنه. ملاگی نه، وای جادوگری میکنه گوی، وای یعنی بی ایمانی میکنه گوی. این ملاگی نیست برادر عزیز بزرگوار. خواهر محترم، شما این کار دیگر نکنه. هرگز یگان فالبین هم باور نکنه، نزد یگان فالبین هم نروه، چون که روزهای گذشته ما گفتیم هر انسان نزد فالبین بره خداوند تا 40 روز عبادتاشون قبول نمیکنه.
خب اینجا برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم دامولا، در جنت ما با همسرها یک جای میشیم؟ التماس جواب دهید، خدا از شما راضی باشد. بله برادر عزیز، اگر به شرطی که همسرهای شما جنتی باشند یا اینکه خود شما جنتی باشه، خداوند در قیامت جدا نگردانه، ان شاء الله رب العالمین یک جای میشوه. چون که حدیث های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این باره هست که در جنت وقتی خداوند انسان داخل میکنه، همسرهاشون هم همراهیشون هستند. حتی در آیت های قرآن هم هست، یعنی که اهل جنت همراهی همسرهاشون در سایه های درخت های جنت، در تخت های بسیار بلند زیبا نشسته هستند. در نزد اونها از اون شربت ها و میوه های جنت گذاشته شده است که اونها استفاده میبرن. ان شاء الله اگر اهل جنت باشن همسرهای شما، ان شاء الله که همراهی همسر خداوند در جنت همسرهای انسان ها، یعنی شخصیت ها را، زنهاشون 70 برابر از حورهای جنت زیباتر میگردونده است. یعنی حورهای جنت به چنان زیبایی هستند که وقتی مرد میدید است چقدر یعنی خود را به دست گرفته نمیتوانسته، احتلامی میشته. از این دیده 70 برابر زیباتر یعنی زنهای خود انسان ها، یعنی همراهی انسان ها بودن استفاده می بردن، یعنی زیباتر می شدن. خب جا سوال دادن که سلام علیکم داملا، خداوند نگهبانتون باشد. آدم می تواند بعد نماز سر کردن بعد سوره الحمد آیت الکرسی خواند؟ در حق خب شوهرم دعا کنید چون که همه وقت در سر رول می باشد. خداوند شوهر شما را در حفظ امانش نگه بداره، خواهر اسلامی، و خداوند برای شما بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب گردونه. بله خواهر محترمه، انسان می تواند که یعنی که بعد از سوره الحمد خواندن سوره فاتحه در ضمن سورش آیت الکرسی خوانه، چون که یعنی در ضمن سوره انسان باید یک آیتی دراز یا اینکه 3 آیت کوتاه ضم کنه. سنتیش همین است. البته آیت الکرسی بهترین آیت های قرآن است. آیت الکرسی آیتی است که در این آیت 18 جا یا اشارتا یا صراحتا ذکر و نام پروردگار آمده است. به این خاطر اکثر از مفسرین میفرمایند که بهترین آیت های قرآن این آیت الکرسی است. البته را میتوان خواندنش هم فضیلت ثواب زیاد داره. خواهر محترمه، خب السلام علیکم داملا، حورهای خب جنت نصیب کدام آدمان میگردن؟ التماس اکنون برادر عزیز، حورهای جنت هر انسانی که داخل جنت شد، کسی اهل جنت باشه، کسی را که خداوند برای او یعنی گناهاش بخشید و پروردگار به حالش رحم کرده، داخل جنتش کرد. در حدیث ها هستن که کمترینش 7 یعنی از 7 حور تا 70 حور و تا به حساب خداوند در اختیار یعنی مردها اهل جنت میگذاشته. اونها چقدر زیبا هستند، هر بار قطعی اونها انسان هم خوابگی میکنه و اینها دختر هستند. یعنی به سبب زیاد هم خوابگی کردن انسان شهوتش پس نمیشه و یعنی به قوت به حرکت نمیشه و یعنی اونها چقدر زیبا هستند. هر باری که انسان با اونها هم خوابگی میکرده و اینها مثل یکم بار دختر هستند، یعنی هم قدر خوب هستند. جنت شد خداوند براش از اون حورهای جنت نصیب میگردونه. خب برادری از سوال کرده که آیا بعد قیامت باز این دنیا یگان خب مخلوق از نو زندگی میکند؟ نه برادری عزیز، وقتی که قیامت شد خداوند اهل جنت اهل دوزخ تا حساب کرد، هر کدامش یعنی داخل جنت و دوزخ کرد، این دنیا فنا میشه، این دنیا به کلی نیست و نابود میشه. اونش که علمش نزد خداوند است، چی موجودات و چی مخلوقات با خلق میکنه، این علم ازلی الهی است، همه ای ما نمیدونیم. برادری عزیز بزرگوار، تا جایی که ما خوندیم مقصد آیات های قرآن، حدیث های پیغمبر، بعد از اینکه مردم اهل جنت داخل جنت میشن، اهل دوزخ داخل دوزخ میشه، دنیا همه به کلی فنا میشه، همه یعنی نابود میشه. خب جا برادر سوال کرده که سلام علیکم داملا، سوال دارم، قرآن را در تلفن خواندن و ختم کردن ممکن است؟ بله برادر عزیزم، قرآن کل وقتی که در تلفن باشه، البته را وقت انسان از همون سوره الحمد تا آخرش خوان، البته را ختم میشه، بود میشه. درست است اینم برادر عزیز. به قرآن هم کسی قاری قرآن باشه از یاد خواندن گیره هم ختم میشه وقتی قرآن بود کرد.
خب سلام علیکم دوملو. سوال: آیا در ماه شریف رمضان یک مؤمن پرگناه از دنیا گذرد گناهایش عفو می شود یا اینکه بعد رمضان جزایش را می بیند؟ التماس ضرور است استاد جان. اکنون برادر عزیز، خب کی عذاب می شود کی بخشیده می شود این در اختیار الله رب العالمین است. آیا انسان یعنی عفو کرده می شود یا اینکه خداوند او را می بخشه؟ البته ما انسانیت، ما مؤمن ها و مسلمان ها امیدوار هستیم، ما امید داریم که خداوند به فضل و کرم و به رحمتش ما را می بخشه، عفو میکنه. و این ماه شریف که ماه هم رحمت و هم مغفرت و هم آزادی از جهنم و از عذاب دوزخ است، ما امید داریم که هر انسانی که در این ماه اهل ایمان باشه وفات کرد، خداوند گناههای او را عفو میکنه، او را عذاب نمیکنه. ما نسبت به الله رب العالمین گمان خوب داریم، چون که حدیث های جناب پیامبر هستند که انسان باید به ذات الله گمان خوب داشته باشه، گمانی داشته باشه الله یعنی بخشنده هست، الله توبه قبول کننده هست، مغفرت کننده هست، رحمان و رحیم است. یعنی نسبت به ذات الله ما باید گمان خوب داشته باشیم. البته را امید داریم، اما کی را گناهش میبخشه و کی را عذاب میکنه این در اختیار الله رب العالمین. چون که در حدیث های جناب پیغمبر است که در روز قیامت خداوند یک انسان از روی گناه میدش دوزخ برده عذاب میکنه. این عدل خدا هست، حق داره. انسانی که جنایت کرد، گناه کرد، اگرچه گناهش اندک میده هم باشه، الله حق داره که او را عذاب کنه. اما با یک انسانی است که گناه کبیره کرده است، گناه بزرگ کرده است، خداوند فضل میکنه، یعنی ترحم میکنه، رحم میکنه، گناهش را میبخشه و جنتش میبره. این فضل خدا است، این رحمت الهی است. خدا حق داره، پروردگار حق داره که یک انسان از روی گناه اندکش عذاب کنه، یک انسان دیگر از روی گناه بزرگش عفو و مغفرت کنه. به این خاطر انسان باید امیدی بخشش داشته باشه، انسان باید از خداوند امیدی بخشندگی داشته باشه که الله رب العالمین من عفو و مغفرت میکنه و داخل جنت میگردونه. خب اینجا برادر از این سوال کردی. سوال دارم. در رمضان اگر بدین از دنیا گذرد عذاب میبیند یا بعد ماه رمضان از عذاب میبیند؟ اکنون ماه رمضان برادر عزیز برای مؤمن ها هست. انسان های فاسق و منافق هم در این ماه رمضان وقتی که از دنیا گذشتن البته اونها عذاب میبینند. وقتی از جواب منکر و نکیر که نگذشتن، اونها عذاب اونها، قیامت اونها سر میشه، حساب اونها سر میشه، عتاب اونها سر میشه. چه جایی که انسان بدین باشه. ماه رمضان برای انسان های مؤمن کامل یعنی فایده بخشنده و شفاعت کننده است. ماه رمضان از بعضی مؤمنهای فاسق گمراه شکایت میکنه. بسیار مؤمن مسلمان است امروز روزه نمیگیره، هر چیز بهانه کرده. روزها دراز هستن، روزها گرم هستن، کار داریم، دیگر چیزا را یعنی عذر میارن. بسیار مؤمن فاسق و منافقی است که از رمضان بهره ور شده نمیتونه، از رمضان فایده کرده نمیتونه. هر انسان از رمضان یعنی فایده نمیبینه برادر عزیز. خب جو برادر سوال کرده. سلام علیکم دوستان محترم، من یک خصلت دارم. من هر گاه پیش از خواب روم از الله التجا میکنم که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رو در خوابم بینم. آیا من گناهگار میشم؟ نه برادر، از چی گناهگار میشوی؟ آرزوی دیدار جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کردن هیچی یعنی گناه نیست، درست است. این یعنی یگان مانعیتی نداره. شما اگر اونقدر یعنی شوق و ذوق داشته باشی برای دیدار جناب پیغمبر، چقدر در حقش صلوات زیاد گویی. چون که دوستای خدا میفرمایند که راهی در خواب دیدن جناب پیغمبر همین است که همیشه همه وقت باید در یادش باشی، بعد از اون صلوات زیاد گویی، در حقش صلوات زیاد گویی، ان شاء الله رب العالمین شب در خواب میبینیش. ولی حکایت میکنه یک انسان نزد یک عالم رفت، بعد از اون به سوی عالم گفت که حضرت گفت برای من یک راه نشان بده که من پیغمبر بزرگوار را در خوابم ببینم. عالم براش گفت که 3 روز یگان چیز نخور، پیغمبر را در خوابت میبینی. این شخصیت میگه 3 روز چیزی نخورد، گرسنه ماند. روزی سوم میگه شب شد، چقدر یعنی شکمش میسوخت از گرسنگی را. در فکر بود که زودتر سحر شوه و یعنی یگان چیز خورم. وقتی خواب رفت میگه خواب دید که در نزدش یک یعنی دسترخوان پر از نوش و نعمت انداختگی است، همین خورده ساده است، نوع غذاها و یعنی خوردنی ها. وقتی سحر شد خیس نزد این عالم اومد گفت حضرت برای من چی توصیه دادی؟ عالم پرسید گفت چی خواب دیدی؟ گفت من خواب دیدم که خورده سادم. گفت وقتی خواب رفتن در چی فکر بودی؟
گفت در فکر خوردن شکم میسوخه گرسنه نگیره. بعد از اون عالم براش مثال آورد، گفت چی نوعی که از حد زیاد گرسنه ماندی و در فکر خوردن خواب رفتی، همون خیلی در فکر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب رفت، یعنی از حد زیاد شوق و ذوق و آرزوی دیدار داشته باش، ان شاء الله در خوابش میبینی. ان شاء الله شما هم باشه برادر عزیز، چقدر جناب پیامبر دوست بدار، براش صلوات زیاد بگو، شوق ذوق دیدارش داشته باش، ان شاء الله در خواب میبینی. چه برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم، خواب زنی که روزه گیره نماز خونه و فال بینی کنه، روزه و نمازش قبول است یا اینکه نه؟ التماس به سوال ما جواب دهید. اگر با آن پولش یگان چی برای خانه استفاده بردن حلال است یا نه؟ اکنون برادر عزیز ما این موضوع ها را شب‌های گذشته گفتیم. انسانی که از نماز و روزه و خانه و چیکار کنه نکنه، وقتی نزد فال بین رفت تا 40 روزه خداوند عبادتش قبول نمیکنه. چی جایی که انسان خودش فال بینی کنه؟ انسان خودش فال بینی از کجا عبادتی؟ اگه این نزد خداوند است، بخواه قبول میکنه، بخواه قبول نمیکنه. البته روایت ها هستن که انسان ها فال بین ها و جادوگرها اینها یعنی عبادتاشون قبول نمیشه و این پولی که از اون پولی فال بینی میگیره، این پول براش حرام است. هر سیک خره البته پولی حلال نیست، پولی حرام است برادری عزیز بزرگوار. برادر عزیز سوال کرده سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، آیا زن می تواند در حالت حیض تسبیح گرداند یا ذکر کند؟ بله برادر عزیز، در حالت حیض نفاس زنها رخصت دارند، اجازه دارند، ذکر گفتن می توانند، حتی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن می توانند. در مذهب خودمون آیت ها را جمله یعنی الحمد لله رب العالمین یعنی جمله جدا کرده خوانده میتونن، یعنی که آیت به کلی، یعنی قرآن خوانده نمیتونن، نماز خوانده نمیتونن، تلاوت قرآن کرده نمیتونن، روزه گرفتن عبادت نمیتونن، اما ذکرها را اکثر از علما اجازه دادن تا که میتونن که یعنی که ذکر گویند. اینجا یک خواهر اسلامی سوال کرد السلام علیکم داملا، من یک خواهر اسلامی شما، آیا زن شوهرش را به نماز بیدار کند شوهرش نخیزد، آیا زن حق دارد که با او آب پاشد یا با صدای بلند بیدار کند؟ بله خواهر محترمه، انسان میتواند، اما احتیاط که با لد نخری. انسان میتواند که شوهرش یعنی بیدار کنه. بعضی شوهرها تیز هستند، یعنی بهانه نماز بیدار کردنت و سر بدن سیاه نکنند. خواهر محترمه، از حدیث ابو داود است، البته این برای نماز شب است، اما شما هم یعنی میتوانید که این حدیث استفاده برای حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردن که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وایقظ امراته فان ابت خب نضح في وجهها الماء. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن خداوند رحمت کنه، از رحمتش سیراب بگردانه مردی را که شب خیست یعنی نماز خواند و بیدار کرد همسرش را، زنش بیدار کرد و وقتی که زنش نخواست و نخیست کمی آب شپید در روی او، یعنی به آب قطع بیدارش کرد و اینچنین با حضرت دعا کردن که خداوند از رحمتش سیراب بگردانه زنی را که یعنی شب خیست نماز خواند و شوهرش بیدار کرد، اگر شوهرش نخواست یعنی نخیست کمی آب در روی او پاشید و شوهرش بیدار کرد نماز خوند. یعنی جناب پیامبر دعای خوب کردن. البته شما حق داری به هر حالت هر صورت باشه، با آب شپی و صدای بلند نشد آیسته پشتی و با مال پاچه هاش بجقه، یعنی به هر صورت و بیدارش نه تا اینکه نمازش بخونه. خواهر محترمه یک احتیاط کنه. خب یک دادر عزیز سوال کرده السلام علیکم داملا، خب من به اشتراک پدر و مادرم میتوانم در روسیه خانه‌دار شوم؟ پدرم هم مادرم هم آگاهند، خب راضی اند، عروس شونده ام با عائلهشان در همین جا اند. بله برادر عزیز میتوانه، یعنی حاضر بودن پدر و مادر در حالت توی و در حالت نکاح فرزند شرط نیست. وقتی اونها راضی باشن، امروز هم ببینید شب و روزی است که یعنی خیلی دشوار و مشکل است، راه ها محکم هستند،
ضرر نداره. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله خیر البر عاجلها، کارهای خوب باید یعنی تیزگیری پیشگیری کنی، تیزترش بگیری. به این خاطر برادر عزیز شما میتوانه یعنی هیچ ضرر نداره در توی و در نکاح شما نبودن اونها. خواجه برادر از سوال کرده که سلام علیکم دامنای محترم، سوال داشتم. زن میتواند به مثل مردان با استناگ یا داروهای شیمیایی موهای زیر ناف و تگ کشش را تازه تراشد؟ چون که میگویند زنها در اوبال است تراشیدن، باید خواب کندن تازه کنند. التماس جواب گویید، خیلی ضرور است. جوابش انتظارم. اکنون برادر عزیز است یا خواهر محترم هستی، سنتی همین کار مثلا زیر تگ کش برای مردم چیندنش سنت است، اما زیر ناف برای مرد تراشیدنش سنت است. برای زنها زیر ناف چیندنش سنت است. یعنی وقتی تراشم با تراشیدن سنتی بجا میاد، اما ضرر داشته که تراشیدن سبب زیاد شدن موی ها میشده. به همین خاطر گفتند که سنتی و بهتر برای زنها چیندن است، هم تگ های کشونه هم زیر نافشونه. برادر عزیز خب چه برادر عزیز سوال کرد. سلام داملا جان، در سوال من جواب دهید التماس. اگر سگهای دیگر آدم ها شب به حولی یا به زمین تا بیایند مگر ملائکه می روند از خانه؟ اکنون برادر عزیز اون حدیثی که جناب پیامبر گفتن در خانه که صورت سگ باشه ملائکه داخل نمیشن، این یعنی نه معنی داشتن برای سگ گرفتن است. در اون حالتی که سگ همسایه میاد یک سگ دیگر شب ها میان، ان شاء الله این ضرر نداره. اگر شما خبر داشته شب خسته از حولی یعنی اونها را سر کنه، چون که سگ هر چیزی را بوی کنه، در هر چیزی که دهانش زنه وای نجس میشه، وای حرام میشه، بی نماز میشه. با همین خاطر شب وقتی در بیرون دیده یا که صداشون بلند شه بهتر میشه خسته و یا را سر کنه، به خاطری که یگان چیز حرام نکنن. یعنی اون حدیث ها دلالت دارن که انسان خودش باید سگ نگیره. البته با سگ گرفتن بعضی انسان هایی که مثلا مالدار هستند، گوسفند دارند، گاو دارند، برای یعنی ده مردگی باشه یا برای نگهبانی و حفظ اونها، با اونها را پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله اجازه داده. برای انسان هایی که مالدار هستند، برای یعنی از دزدها و از گرگها نگه کردن مال هاشون، سگ برای اونها را با جناب پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه داده. برادر عزیز خب السلام علیکم برادر جان، من یک سوال دارم. خب در شب قدر بسیار نماز قضا خوانیم ثواب بیشتر دارد یا که نماز نفل؟ خدا نگهبان باشه، سلامت باشه. اکنون برادر عزیز شب قدر شب زنده داره، شب عبادت های، نماز نفل میخوانی، قضایی میخوانی، هر چیزی باشه عبادت کنی ان شاء الله ثواب داره. چی نماز نفل باشه چی قضایی باشه، فقط یک عبادت داشته یا ذکر بگو یا تلاوت قرآن کنی، هر دوش خوب هستن. هم نماز نفل هم خوب است، نماز قضایی هم خوب است برادر عزیز. خب وصلى الله تعالى على خير خلقه مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين.